تا قیامت رضا سر ز خاکت بر ندارم. روح مطهری رهبر شهید عظیم الشأن با حضرت رضا سلام الله علیه محشور باشد. گاهی در سفرهایی که مشرف می شدن در همینجا در همین تالار نماز جماعتی می خوندن، گاهی بعضی همکارانم می آمدن نماز و دستبوسی حضرت آقا. 2-3 بار من این رو خودم دیدم. دوستان ما که با لباس خدمت آمده بودن نمودن چه لباس قشنگی این لباس. تصمیم گرفتم یه لباس برای آقا درست کنم. اینقدر ایشون از لباس خوشش میاد، از یه لباس براشون تهیه کنیم و تهیه کردم. بهانه قبای ایشون رو گرفتم دادم خیاط. همین خیاطای مشهد که از این آقای بود یه پالتویی توی اندازه ها درست کن و اونم درست کرد. و یک سفری که آقا همینی که 2 سال قبل بود مشرف شدن، این آرمرم روش گذاشتیم و اسم آقارم روش نوشتیم. بنده با آقا تقدیم کردم. فرمودن چیه این؟ گفتم آقا لباس خدمت شماست، شما خادم هستی تا حالا لباس نداشتید، این لباس شماست. خیلی خوشحال شدن، لباس رو گرفتن، تشکر کردن. تو فکرش بودم که یه وقتی با آقا بگم آقا این لباس رو وقت بپوشید عکسم ازش بگیرید ما داشته باشیم. بنا داشتم این کارم بکنم ولی دیگه اینجوری شد. براش نمردیم آخر سر فضای ما شد. سید علی بعد عمری مسافر کربلاش. خیلی این لباس رو ایشون دوست داشت. اولیای خدا عزیزان آرزوی خدمت در این دستگاه قدسی رو داشتن.